با درود و سلام خدمت بیننده و شنونده گرامی. مولا جوبایو هستم، معلم کاتدرای تاریخ ادبی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان. 3 سپتامبر چند سال است که روزی مولانا، روزی بزرگداشت مولانا جلال‌الدین بلخی دانسته می شود. در کشور ما فرصت است و یک بهانه است برای گرد هم آمدن و در باره مولانا خداوندگار شعر و ادب و اندیشه فارسی تاجیکی و آثار ماندگار او صحبت کنیم و برای خود یک بهره بگیریم و چاشنی بگیریم. در حالی که فکر میکنم هر روزی ما باید روزی مولانا باشد، هر روزی ما باید روزی بزرگانمون با اسطوره‌های شعر و ادب و فرهنگ و علم و دانشمون باشد و نه اینکه روزی ساله یک روز فقط به یاد آنها باشیم، بلکه همه روزا باید از اون اندرس‌های آنها، از یافته‌های آنها، از اندیشه‌های آنها بهره بگیریم. مولانا اقیانوس است، بلکه خودش یک جهان است که فراتر از این جهان مادی و جسمانی را طی کرده است و سخن او سخن است از جهان هستی، از کیهان، از ساختار آن، از اینکه انسان چیست و کیست و از کجاست و به کجا خواهد رفت. و از میان آثار ماندگار مولانا جلال‌الدین بلخی مثنوی معنوی در صدر قرار دارد و اثری است که به معنی اصل و معنی مجازی در جایگاه خاص در ادب و فرهنگ ما قرار دارد و جایش واقعا گرامی است، مقام و مرتبهش واقعا گرامی است و همین احترام است و همین جایگاه بسیار خاص و بالا است که در سنت ما با احترام خاص احترام مثنوی به وضوح به دست گرفتن آن درست نیست. دیوان شمس از دیگر آثار بسیار گران قیمت و بسیار کم نظیر بلکه بی‌نظیر مولانا جلال‌الدین بلخی است و دیگر آثار مولانا هم تا به روزگار ما رسیدن. به هر حال در بحث انتسابشان کمتر جای شک هست و اگر ما از بیت این آثار، البته اندک بحث انتساب هم هست در میان غزل‌ها، در میان رباعی‌های منسوب و متعلق به قلم مولانا، ولی به هر صورت نسبت به بسیار دیگر از سخنوران ما در مورد انتساب اشعار جلال‌الدین بلخی جای بحث به هر حال کمتر است. از این بحر بیکران از مثنوی بگیریم، از دیوان شمس بگیریم، از فیلم و فیلم بگیریم، در همه جا اندیشه و آرای جلال‌الدین بلخی بازتاب یافته است و میتوان مثلا هر بیتش یک معنی تمام شده است. ایجاز سخنش هم در همین است که اگرچه مهره هایی هستند که در مجموع مثلا آثار بزرگی او را فراهم میکنند، ولی هر مثلا بیت هایی دارد که هر کدامش تمام شده و صاحب استقلال است و میتوانیم با عنوان شاه بیت یا با عنوان یک اثری تمام از آن اندوخته بگیریم و معنی برداریم. اگر رجوع کنیم به همون نینامه معروفی مثنوی یا مقدمه ای که با نام نینامه معروف است از مثنوی معنوی، مثلا ابیات دارد که تمام اندیشه و آرای مولانا را بازتاب میدهد. از همون جایی که میگوید بیشتر از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند،
نه خودی همین چیز اگر طرح مسئله رو طرح موضوع رو به ذهن ما میرساند که جدایی است، در این میان سخن از جدایی است و این جدایی کدام جدایی است و در ادامه اون مولانا این نظر و این اندیشه رو وسعت میبخشد و سخن از هستی میگوید، از روز هستی و از روز آفرینش میگوید که انسان در واقع ذات است بسیار مبارک، ذات است بسیار آسمانی و جایگاه اصلی و اساسی و خانه او اینجا نیست بلکه عالم ملکوت است و این رو نه به خاطر اون میگوید که احساسی غربت و بیگانگی در دل آدم ها در دل انسان ها دست دهد و مایوسی و ناامیدی بیفکند، بلکه به خاطر اون میگوید که ما باید خودشناس باشیم و اون رو بر هدر ندهیم، بلکه برای شناخت خویش، شناخت اصل خویش، شناخت هدف خویش و مراد خویش باید پیوسته بکوشیم.